استقلالیت یکی از نعمت‌های بی‌بها در کشور و وطن عزیز محبوب ما به حساب می رود. امروز ما خوشبخت‌ترین جوانان زاده دوران استقلالیت هستیم که در چنین یک فضای آباد و آزاد و گلگل شکوفان عمر به سر میبریم. و من چنین فکر میکنم که امروز باید هر یک جوان، هر یک پیر و برنا به قدر این شکوفایی وطن، این استقلال، این صلح و وحدت، این آرامی برسند. من همچون یکی از جوانان شهدبار زاده دوران استقلالیت فکر میکنم که هر یک جوان جواباً به این غمخواری های حکومت و کشور، جواباً به این غمخواری های دولت و ملت توانند که در راه علم و دانش، کسب و هنر، در راه معرفت، در راه باز هم بلند برداشتن سطح دانشمندی اهالی کشور، باز هم وسیع آموختن فرهنگ و تمدن مردم تاجیک خود سعی و کوشش به خرج دهند. امروز چون که شاعر میگوید چیست استقلال، عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن، در ضمیر کشور آزادگان دانه مهر و محبت کاشتن. واقعا امروز استقلال مهر است، محبت است. استقلال رابطه زیچ بین مردم کشور است که آزادانه با هم صحبت میکنند، آزادانه گشت و گذار میکنند. دستاوردهای استقلالیت بسیار وسیع و بسیار زیادند که با گفتن به اتمام نمی رسند. یکی از دستاوردهای بزرگ استقلالیت دولت این فرزند ملت تاجیک، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشند که همچون یک سرور عاقل و دانا توانستند که در محور اساسی تمام مردم تاجیک را جمع آورند و این خلق عزیز و محبوب را از پراکندگی نجات دهند. امروز ما افتخارمندیم که تاجیکیم. امروز شخصا خودی من و مطمئنا همه جوانان افتخار میکنیم که تاجیک هستیم، آریایی هستیم و در چنین یک دولت آباد و آزاد عمر به سر میبریم. امروز یکی از دستاوردهای بزرگ استقلالیت این آزمون‌های جمهوریوی می باشند که آزمون‌های جمهوریوی نه تنها در سمت دانش، همچنین در سمت فرهنگ، در سمت موسیقی، همچنین در سطح هنر و هنرمندی و در سمت تاریخ نیز راه اندازی گردیدند که هر یک جوان موافق مهارت و ملکه خود می تواند که در این آزمون‌ها شرکت کرده باشد و هم صاحب جایزه گردد و هم می تواند که دانش تاریخی خود، دانش علمی خود را باز هم قوی تر سازد. همچون یک اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. غالب آزمون چنان فکر میکنم که این آزمون توانست که شعورناکی مملکت را، باز هم سطح کتاب دوستان مملکت را زیادتر و زیادتر سازد. در محور اساسی توانست که برای جوانان پرلیاقت یک حق سخن داده باشد و توانست که امروز جوان دختران دهات را به مثل من که خود از دهات آمدم و امروز با تشبث و دستگیری های پیشوای معظم ملت همچون دانشجوی کورس یکم دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان تحصیل کرده ایستادم، توانست که در قطار این که سطح کتاب دوستان را زیاد کند، همچنین منطقه های گوناگون شهر و دهات و منطقه های گوناگون جمهوری را با هم پیوندد و پیوند دوستی آنها را باز هم قوی تر سازد. حقوق مرد را با زن برابر گفت استقلال، سعادت ها شما را باد رهبر گفت استقلال. سلیمان نیستم دانم زبانی مرغ و زاغ، اما قفس بشکست از شادی کبوتر گفت استقلال. طناب بخت را دادند بر دختر پدر مادر، جهالت مرد با لبخند دختر گفت استقلال. خیالم بند کردم تا نویسم شعر خوشبختی، به تعظیم قلم در گوش دفتر گفت استقلال. پس از پنهان نشستنها ز وهم جنگ در خانه،
صدا شد. چون کشیدم دستش در گفت استقلال. به استقلال این کشور فقط یک فرد باور داشت. دیگر امروز هر یک فرد کشور گفت استقلال. چنانه که از شعر شاعری معلوم می گردد، اینجا هم مأوای استقلال، هم مهر وطن دوستی، هم آغوش گرم پیشوای معظم ملت تاجیک برای جوانان با لیاقت و هنرمند مأوا می گیرد و نمایان می گردد. مطمئناً هر یک فرد کشور، هر یک جوان ملت جواباً به این غمخواری ها سهم ارزنده خود را ذره هم باشد در باز هم گلگشکوفایی وطن عزیز محبوب خود می گذارد.